یکی از ویژگی‌های خیلی جذاب پلتفرم خصوصی ترندو مدیریت سرمایه است. وقتی شما می‌خواید یک ترید باز کنین یا یک ترید باز از قبل دارین، با مشخص کردن میزان لات، حد ضرر و حد سود کاملا میتونید بفهمین که چند دلار قرار سود یا ضرر بکنین و نیاز به محاسبه و ماشین حساب لات فارکس ندارین. با هم بریم روی اپ ترندو تا چند تا از این مراحل بهتون نشون بدم. البته این قابلیت روی تمام پلتفرم‌های ویندوز، اندروید و آی او اس موجوده. به عنوان مثال من وارد قسمت معامله میشم، یک برگ جدید انتخاب میکنم، از ارزهایی که قبلا توی لیستم ذخیره کردم طلا رو انتخاب میکنم، حجم معامله رو میذارم 1/10 لات و توی حالتهای معامله اجرا در قیمت بازار انتخاب میکنم. قیمت در حال حاضر $2300. حد سود رو مثلا میذارم 2310 که خود پلتفرم به صورت اتوماتیک محاسبه میکنه که سودم الان $92 خواهد بود و حد ضرر رو میذارم 2290 که $107 حد ضررم خواهد بود. حالا گزینه خرید رو میزنم و معامله من اینجا اجرا شده. میرم روی نمودار، میبینیم که معامله با حد و سود مشخص و به دلار قابل دسترس هست. یکی از کاربردترین قسمت‌های این آپشن در مورد پندینگ هست. من یک برگ جدید باز میکنم، حجم همون 1/10 لات میذارم و ارز همون طلا باشه. حالت معامله رو روی بای استاپ میذارم، قیمت ورودم میذارم 2310، حد سودم 2350 و حد ضررم هم 2300. میبینیم که حد سود و حد ضرر به دلار مقابلشون کاملا دقیق نوشته شده و با کم و زیاد کردن میزان لات خیلی راحت میتونم دوباره اینو محاسبه کنم. اگه 2 صدم باشه، اگر 5 صدم باشه یا حتی 5 دهم باشه، در لحظه قیمت محاسبه میشه و معامله رو ست میکنم. این ویدیو رو به اشتراک بذارین تا دوستاتون هم از محاسبه لات و استفاده از ماشین حساب‌های فارکس بی‌نیاز بشن.